با سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری ازادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شالو گلخوجه با شما هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 10 دکبر توجه کنید. بعد ساعت‌های طولانی گرسنگی و انتظاری صدها مسافران هواپیماهای چارتری شرکت سامان ایر به دوشنبه رسیدند. در خوجند فرامده سببی که یگان چیزش کار نکرد باید به همون خاطر یگان خیلی کردن که مردم گرسنه نمیموندن اونجا. در روز جهانی حمایت از حقوق بشر در ولایت ننگرهار یک زن خبرنگار را به قتل رساندند. و منع تجلیل دست جمعی صالنوی تاجیرانی ولایت سوغد را در وضع ناگوار قرار داده است. شروع میکنم از خبر دیگر. دادگاه ولایت ختلان نزاکتخان تویر و زنی را که 4 کودک نابالغش را کشت به 25 سال زندان محکوم کرد. حکم این ساکن ناحیه کوشانیان همین چند لحظه پیش اعلان شد. قتل 4 کودک از سوی محکوم شده روز 9 سپتامبر امسال رخ داد. در اظهارات وزارت کارهای داخلی گفته می شود که ساکن 30 ساله ناحیه کوشانیان در منزل استقامتیش با بیرحمی مخصوص فرزندان 9، 8، 6 و 1 ساله خود را پای در پای با راه بستن دست و پای و در سرشان پوشانیدن تلفن باقی کرده است. صدها مسافرانی که از روسیه به پایتخت تاجیکستان سفر داشتند نتوانستند در ساعت معین شده به مکان برسند. هوای نامساعد شب گذشته برای به فرودگاه دوشنبه نشستن هواپیماهای چارتری شرکت سامان ایر مانع شد. هواپیماها بعد نشست اضطراری در خوجند نصف روزی امروز به دوشنبه پرواز نمودند. مولارجب یوسفی و افسانه اکبر شو امکان یافتند که با مسافران صحبت کنند. این گروه مسافران بعد از 13 ساعت پرواز به دوشنبه رسیدند. آنها از شهرهای مسکو، سورگود و نوسیبیرسک آمدند. تومان قفس بر فراز پایتخت تاجیکستان امکان نداد 3 هواپیمای شرکت سامان ایر سری وقت به فرودگاه دوشنبه رسند. هواپیماها مجبور شدند به خوجند روند و قریب 10 ساعت آنجا منتظر بودند. مسافران از خدمت رسانی شرکت سامان ایر ناراضگی میکنند. ما خوجند بفرمودیم 9 ساعت خوجند استودیم. در همین 9 ساعت ادرم هواپیما نبرآمدید بیرون؟ نه برآمدیم چقدر ما درآمدیم. چی دادن خوراک؟ هیچی ندادن. هیچی ندادن؟ نه. گوشت نموندیم بعد از 9 ساعت. خیلی ما گوشت نموندیم، بچه‌ها یاش بود، کودکا بود گوشت نموندن. حتی یک تابلت که تیگونم تابلت که نیست، چای گرم هیچی نیست گفتن. نگفتید یگان چی بیارید؟ بیارید گفتیم نیست چی نداریم گفتن. هیچی نداره؟ هر نباشه سرتید ما ریم خانم با اینجا خوجند بریم میگه نه سر دادم هم حقمون نیست، پریدم هم حقمون نیست گفتن. در عموم با 3 پرواز از شهرهای روسیه حدود 500 نفر به دوشنبه رسیدند. برخی آنها گفتند برای چنین حالتها باید شرکت‌های هواپیمایی سوغورته داشته باشند. خیلی خدمت رسانیشون واپشنت نبود، یگان شرایط نداشت. نکیم باید استراخوف یا کمپانی سامانه باید داشته باشه که یگان خیلی باید مردم دستگیری کنه، یوردن کنه، مثلا در این حالت‌های سیتواسیون باید یگان گپ خبر باشه، یگان تامین کنه. مثلا در خوجند فرامده سببی که یگان چیزش کار نکرد باید به همون خاطر یگان خیلی کردن که مردم گرسنه نمیموندن اونجا. خیلی کمیاد گامبورگ خودو کم خالی نه اکو خالی مونا میخرید چخیلی کلباسه دارم همون خوراک گرم نیست. نه یگام چی خیلی چیزو نبود. نه همون راستی تو همین جهاز تو همین جرا یگام چی دادگی نیست. فقط یک ساندویچ یا همون باید تمام یک اوی گفتم ایرپورت خوجند کار نمیکنه. تیمون رفته سبده شرکت یگان چی نداد خورد؟ نه داشتن یگام چی. شکایت مسافران در حال است که مسئولین شرکت سامان ایر دیگر چیز میگویند. خورد و خوراک هم از درون سامانیات بود. اگر امکانیتی اگر شرایطی اگر فرودگاه اگر میشد برای وای جای پیشا مسافرها همونجا خورده همونجا خوراک تامین میکردیم. عین زمان میان تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل میکنند. بسیاری مهاجران از نرخ‌های بلند این پروازها شکایت میکنند که در قیاس به همسایه کشورها گران است. از جمله اگر نرخ چپته پرواز از روسیه به قرقیزستان تا 20,000 روبل باشد، به تاجیکستان تا 37-38 هزار روبل روسیه است. شرکت سامان ایر هر روز از شهرهای روسیه 5 پرواز به دوشنبه انجام می‌دهد. 3 شرکت روسیه، اورالسکی اویالینی، یوتر و ازور ایر از تاجیکستان به روسیه مسافر میبرند. مولارجب یوسفی، افسانه اکبر شو، ازادی، دوشنبه.
رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. در ولایت ننگرهاری افغانستان یک خبرنگاری زن و راننده‌اش را به قتل رساندند. ملولا میوند برنده تلویزیون اینیکوس را که با راننده‌اش با ماشین به کار می‌رفته است، حملگران صبح امروز با ضربه تیر تفنگ کشتند. حادثه در شهر جلال آباد رخ داده است. ملولا میوند 8 سال باز در این تلویزیون کار می‌کرده است. او از جمله خبرنگارانی بود که برای حمایت از حقوق زنان و کودکان بیشتر توجه می‌کرد. هیچ کسی و یا گروهی مسئولیت قتل را بر عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این گروه در قتل ملولا میوند دست ندارد. از این پیش الیاس دویی خبرنگاری رادیوی ازادی در ننگرهار را نیز با نصب بمب مگنیتی در ماشینش کشته بودند. شما برنامه خبری رادیو ازادی رو تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. تاجیرانی مالهای صالنوی در شمال تاجیکستان میگویند به فرق از سالهای پیش بازارشان سرد شده است. آخر ماه نوامبر استاد جمهوری مبارزه با کووید 19 با هدف پیشگیری از بیماری همگیر برگزاری چهاربینی‌های عمومی و نشست و شب نشینی‌های صالنوی را منع کرد. سوداگران در صحبت با فرزان محمدی گفتند با این دلیل ارمغان و آرایشات ҷашни آورده آنها کم خریدار شده است. صدها ارچه صالنوی، آرایش و ارمغان عنعنوی این عید در فروشگاه‌های شهر خوجند بی خریدار ماندند، در حالی که یک سال پیش در همین روز بازار این متاع گرم بود و فروشندگان می‌دانستند که باری وارد کردهشان بازارگیر است. روز یکشنبه سر کردیم بارکشایی و امسال هر سال دیده کلینت در حالی من بارش شده که شده داشتیم حالی خریدارش کم. اصلا همین دیت تو مکتبا میگرفت اترینیک به حاضر کنه اترینیک نیست و نه حالی اپون پستاشکاشون نیست. به خریدار ماندن این مال تاجران را وادار کرده است که در آوردن بسته‌های نوی آن شتاب نکنند. سال‌های گذشته ناز می‌فروختیم، امسال حالی امروز یک کنتور می‌فروختیم هرچی خودش گیری دیگه. هم بازارها خرساسیان برای خانه‌شون. فروشندگان میگویند منع شدن جشنگیری عمومی سال نو میلادی بازار ارچه و ارمغان ایدانه را کساد کرد. در گذشته حکومت‌های محلی، کارخانه و مؤسسه و مکتب و باغچه‌ها برای برگزاری عید از بودجه مبلغ می‌گرفتند. امسال تجلیل برای پیشگیری از سرایت بیماری کووید 19 رسما منع شد. تا حال کاربران تجلیل با شکوه و پر ازدحام نوروز را در ماه مارس همچون بی احتیاطی در عهد کرونا ویروس تنقید می‌کنند. ولی ایده از فروشندگان بر اینند که ساکنان به تجلیل سال نو میلادی عادت کردند و محیط ایدانه را از کارخانه و تشکیلات به خانه‌هایشان می‌کوچانند. بچه‌ها سالی نو هر سال پایده میشینند کو برای همون برای بچه‌ها خوابای میکنن خریداری میکنن خانه‌شون نفهمینی که در خرسند صورت این بچه‌ها گفته میکنن دیگه جذب نیست. جشنگیری سال نو میلادی امسال با ستاد جمهوری ضد همگیری کووید 19 در سراسر تاجیکستان منع شده است. تا حالا در کشور 12551 مورد سرایت به قید گرفته شده، 88 نفر فوتیدند و 11968 نفر شفا یافتند. ولی کارشناسان و فهرست‌های نشر شده این آمار رسمی را زیر شبهه می‌گذارند. فرزان محمدی، رادیو ازادی، شهر خوجند. برنامه خبری رو ادامه میدیم. هر سال در قطار دیگر کشورها در تاجیکستان هم 10 دکبر چون روز جهانی حقوق انسان تجلیل می شود و در شرایطی که همواره از پایمال شدن حقوق شهروندان، شکنجه در مؤسسه های اصلاحی و قسم های نظامی شکایت ها به گوش می رسد. در این برابر سالهای اخیر چند وکیل دفاع که از حق مخالفان دولت حمایت و یا حکومت را آشکارا تنقید کردند پس پنجره رفتند. اما هنوز حامیان حقوقی هستند که میگویند در چنین شرایطی سخت رسالت کسبی خود را اجرا و ادامه میدهند. یکی از آنها مصاحبه سرنوزی روح‌الله و شهلای عبدالله است. دلربا از حامیان حقوقی است که سالانه به سازمان او صدها کار افتاده برای مشورت حقوقی مراجعت میکنند. کار سازمان زیر رهبری دلربا با این ختم نمی شود. او و همکارانش از حق سربازان جبر دیده در ارتش دفاع میکنند. قریب که همه آنها در از تفتیشات میگذارند تا سود میروند، از سود هم حکم میگیرند. لیکن یک چیز ما به تشویش می آورد که نه همه وقت افسران
آن افسرانی که باید که همین مناسبت ها را پیشگیری میکردند یا اینکه شرایط فراهم آوردن به حرکتی که همین جنایت صادر شد به جوابگیری کشیده میشوند، به جوابگیری داخل دار. دلربا اقرار میکند که سالهای اخیر کاری حامیان حقوق در تاجیکستان آسان نیست، اما با باور او این بهانه برای کنار رفتن از رسالت کسبی نیست. بیشتر تا گذراندن رفرم ما زیاده از 2500 ادوکات داشتیم، حالا تقریبا از 800 تا 900 هستند که در بعضی نایات تا ادوکات ها دیده نمیشوند. یعنی شهروندان به سود به حمایتچی میروند و از حقوق خود برخوردار نیستند. دیگر نمودی مشکلین البته یعنی یک دیگر فهمی کم شده است، از این جهت فشار هم می شود. تاجیکستان با چنین اتستاتسیا زیر تنقید سخت سازمان‌های حامی حقوق قرار گرفت که گفتند مقامات با همین بهانه خواستند از وکیلان دیگراندیش خلاص شوند. چند وکیل دفاع که از حق مخالفان دولت حمایت می‌کردند یا حکومت را آشکارا تنقید کردند پس پنجره رفتند و برخی دیگر کشور را ترک کردند. سازمان آزادی‌های شهروندی که رهبری آن را دلربا به دوش دارد فعالیت خود را ادامه می‌دهد. مثلا اگر پرونده جنایتی نسبتی یا این گمانبر شده که مثلا برای صادر کردن جنایتی دزدی گمانبر شده باشد لیکن نسبتی و شکنجه اگر تطبیق شده باشد البته خیلی پرونده ها آسان تر هستند، لیکن اگر وقتی که ادوکات نفرانی که گمانبر شونده تروریسم، اکستریمیسم یا آن حرکت های سیاسی بررسی کند اگر البته مقامات به نسبت این ادوکات ها یک مناسبت منفی دارند، فشار می آورند و همون ادوکات را در دستگیری کردن همین حرکت های غیر قانونی تروریسم، اکستریمیسم و دیگر حزب ها شامل سابیده گمانبر میکنن، گناهگار میکنن که شما دستگیری میکنید همین پرونده ها رو. دلربا از کمرنگ شدن همکاری مقامات با سازمان‌های حقوق انسان اظهار نگرانی میکند. با گفته او حالا حتی دانشجویان رشته‌های حقوق شناسی به موضوع حقوق بشر چندان توجه ندارند. اگر مقصد از دور کردن حقوق انسان از دانشجویان باشد اگر البته آنها به مقصد خود میرسند، لیکن من فکر میکنم که دانشگاه ها باید که منفعت دانشجویان و منفعت خلق را به نظر گرفته شرایط برای شناسایی با حقوق انسان، شرایط با همکاری با تشکیلات های جمعیتی فراهم آورند. همین گونه روز جهانی حقوق بشر در تاجیکستان در چنین شرایط تجلیل می شود و چندین وکیل و حامی حقوق از جمله آنها بزرگ مهریاروف و نوریدین محکموف این روز را پس پنجره تجلیل می کنند. ولی این حرفها هم هست که برخی از سازمان‌های حامی حقوق بشر در تاجیکستان که با مبلغ‌های بلاعوض سازمان‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند نه همیشه آماده کمک به کار افتاده‌ها هستند و گاهی دیگر صدای آنها برای دفاع از حقوق انسان شنیده نمی‌شود. برخی دیگر از این حامیان حقوق از شرکت در بررسی پرونده‌های پرسر و صدا خودداری می‌کنند که به جسارتی آنها را به نمایش می‌گذارد. و دهها کارگر شرکت نورستان تکس گروپ که در ساختمان کارخانه گاز ازبکستان GTL در ولایت قشقادری ازبکستان شرکت دارند اعلام کارپرتویی کردند. به گفته کارگران 2 ماه است که معاش نمیگیرند. این در حالی است که روز 21 اکتبر کارگران شرکت اینتر انجینیرینگ که در ساختمان کارخانه ازبکستان GTL شرکت داشتند کارپرتویی کردند. کارپرتویی به بی‌ترتیبی پیچیده برای خاموش کردن بی‌ترتیبی ها از نیروهای ویژه مقامات قدرتی ازبکستان هم کار گرفته شده بود. بینندگان عزیز برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر از یکایک شما برای همراهی. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشه. شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. تا ملاقات فردا که خبرهای نو پیشنهادی شما میشود خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان عزیزان.